باور نکنید میگن که مسئله اینجا مسئله اینج نیست، مسئله آرومه. همه مهاجر عذاب کشته با میگم مسئله آرومه، مسئله اول نیست. در حالی که مقامات وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان میگویند وضع به تغییر است، ده‌ها مهاجر از جمله زنان از بازداشت و تفتیش‌های بی اساس و رفتار بد پلیس با آنها شکایت میکنند. مردم عذاب میکشن نفر. این وضعیت دیگه خودم دبت آمدن کارخانه تفتیش کردن، کارخانه مثال ما را گرفتن بردن دکومنتون پسند همه هست. بخوای نخوای بانه میکنن، کسی را که میبرن 5000 گرفته استیان اپا جان. بعد همه قد تاجیک بسیار تاجیک ها جمعشان در ازو الان میکنست میبین تاجیک ها هیلت میسوندن. این مهاجر زنی تاجیک در یک آشخانه کار میکند. میگوید فرزندی معیوب دارد و مجبور بود او را گذاشته برای کار به روسیه بیاید. با گفته وی بعد از حمله اخیر در مسکو مناسبت اطرافیان هم با او دیگر و کار و زندگی برایش سخت‌تر شده است. خیلی دلیل دیدن من سلام دادم گرفتن و یا سلامون علیک نگرفتن و در کارخانه میشد مینوت و ساعت تلفناشون نمیمونن اخبار تماشا میکنن. خیلی کردم همه را برای تاجیکورا خیلی کنید. در یک هفته اخیر نظارت و تفتیش مهاجران آسیای مرکزی از سوی پلیس روسیه شدت گرفته است. برخی میگویند گوها در یک روز چند بار به دست پلیس میافتند و مورد سوالباران قرار میگیرند. اکنون به گفته مهاجران ضمن تفتیش ها پلیس تلفن های آنها را سنجیده میپرسد که سلاح دارند یا نه. دوام 10 ساعت شناسنامه ما را تفتیش کرده صورت گرفتند. تلفنم را کفتند و تمام رقم هایی را که من تماس می گرفتم سنجیدند. حجت ها و ملتم را پرسیدند. من گفتم که ازبک هستم. گفتند سلاح دارید؟ گفتم که به من سلاح لازم نیست. کی آمدی؟ با کیا صحبت میکنی؟ در کجا کار میکنی؟ همین طور آنها تا نیم ساعت میپرسیدند و نگاه میداشتند. همراه با شهرت پلیس روسیه 20 مهاجر دیگر از ازبکستان و تاجیکستان را بازداشت کرده است. ازبکستانی ها را بعداً جواب داده اما مهاجران تاجیک را نگه داشتند. با گفته شهرت پلیس با شهروندان تاجیکستان مناسبت بد میکرد. تاجیکان را بازداشت و با کلتک لطکوب کردند. یک جوان گفت او را زدند و پایش درد میکند. ولی با ما ازبکستانی ها چنین رفتار نکردند. فقط دغل گپ زده و تحقیر کردند. در این بین مهاجرانی هم هستند که میگویند بجز از کم زیاد شدن تفتیش ها وضع چندان تغییر نکرده است. مقامات تاجیکستان میگویند جای نگرانی نیست. وزارت مهنت و مهاجرت فقط با نشر یک اعلان روز 27 مارس رقم تلفنی نمایندگی های این نهاد در روسیه را پیشنهاد کرده از مهاجران خواسته است در صورت به مشکل دچار شدن به این رقم ها تماس گیرند. پایگاه میگرانت اوز با توجه به حادثه اخیر برای مهاجران ازبکستانی چند توصیه مهمی حقوق شناسان را پیشنهاد کرده است. از جمله تاکید نموده است که سندهای بود و باش خود را درست و تلفن و نوتبوک های خود را پیوسته پاک کنند، در گروه های شبهناک اینترنتی وارد نشوند و در جایهای جمعیتی کمتر حاضر شوند. حامیان حقوق مهاجران میگویند بعد حمله مرگبار در مسکو هزاران مهاجر برای مشورت و کمک به آنها مراجعت میکنند. آنها به مهاجران توصیه میدهند که در این روزها تلاش کنند به مسجدهای غیر رسمی نروند و برای احتیاط ریشهای دراز و بی ترتیب نگذارند، چون این میتواند بهانه برای بازداشت و اذیت آنها از سوی پلیس روس شود.